البته سامبوسه با کدوست. با سری دلت چی؟ من خستم چخلی چی؟ دوریزی من به وفا. بس تمام پخشه ها جمع شدن. شعر دیگنال میخونم. آره چگونه که یا که مختار من دیگه مرحمت. نه قبول است. اینا باش ما. بالا میگم آرمان کنم. مایدا یا آمدت گردم خد قامتت گردم. شریکی برنامه ما هستند شرکت داروسازی صاف سودا. اگر شما خود را فربه یا خراب کردن خواهید و یا موی سر شما میریزد و یا در بدن خود سفید شوی را احساس میکنید، پس به شرکت صاف سودا مراجعت کنید. سلام بینندگان عزیز، مخلصان و پادپیچکان کانال مهراب پرو. تقدیم شماست برنامه اسرار ستاره ها و مهمان برنامه ما هستند حجم‌نگار شناخته عبدالله طاهری با تخلص بجوخن کدو و مهمان دیگر برنامه ما هستند هنرمند با نوع آوازخوانی که قدم‌های نخستین خود را به جاده هنر می‌مانند، مدینه عالم خان. مهمانان را به استودیو به برنامه اسرار ستاره ها خوش آمدید میگوییم. تشکر زیاد و تشکر میگوییم. حضور احمد. حضور احمد یک گپ معقول نشید. همونجا قرود بگو. قرود بگو. باز میگم قرود بگم اونجا. قرود تماما دیگر چیز است، کدو دیگر چیز. برادر من بخشش من میخیزم برنامه. خربزه گوین. انا رحمت سلامت باشه. انا خربزه ندارم. قرود میگیم قرود افچیدهش نازم میگیم. سلامت باشه برادر عزیز. و بینندگان عزیز باید قید کرد که در چند برنامه قبلی ما بجوخان شرکت ورزیده بودند در برنامه 10 شهر چهره آشنا و دنیای هنر. مخلصان بسیار خواهش کردند که در برنامه اسرار ستاره ها ما بجوخان رو دعوت کرده، سیر و اسراری که در دل آنها نهان است و اون نمیخواهد که آن را به مخلصان آشکار سازد. ما کوشش میکنیم که در رفت برنامه و شما اسرار هر دو هنرمندان را کشوده دیم. و برنامه ما از 3 بخش عبارت است. بخش اول این 3 شرط است. شما باید که همین 3 شرط را با پررنگی به یگان چون و چرا اجرا کنید. بخش دومی برنامه ما هست با آواز زنده سرود خواندن یا به نفر به هنرمند تقلید کردن. و بخش سوم برنامه ما هست سوال و جواب اوید حیات پس پردگی یا اویلوی شما و این چنین صحنوی. اون سوال هایی که با شما پیشکش کرده می شوند بیشتر سیر و اسرار نهان هنرمندان رو در بر میگیرند. شما اگر آماده باشید عبدالرحمن جان خود بگو پرابلم از هر شید. سخمال باشید، ما آماده هستیم. سر اول من یک سخن گفتنی هستم با برادر عزیزم عبدالرحمن حکیمزاد. عبدالرحمن حکیمزاد یکی از بهترین هنرمند، سراینده، راوی، ژورنالیست، آموزگار، یک شخصیتی می باشد که باور کنید به یگان محبت تمام هنرمندان را همین عبدالرحمن حکیمزاد با برنامه‌های خود با کنسرت‌هایی که برگزار کرده است با دستگیری انمی برادر عزیز عبدالرحمن حکیمزاد است. من میندار هستم چون که این برادر یک انسان خاکسار زمینی است. ما را فریاد میکند، زنگ بزنید، در تماس باشید. برادر عزیز امروز بنوار از فرد و بنوار از مرحمت هر کس قدرت ندارد. من یک جوان تشکر علمی تمام هنرمندان مینداری خود را بیان میکنم با برادر عزیز عبدالرحمن حکیمزاد و مدینه بانو که امروز در برنامه ما حضور دارد. یک از بانوی هنر و قدم های نخستین خود در جده صنعت میگذارد. اینم با دستگیری ما نیاز دارد. من میخواهم که همین مدینه بانو رو اگر زید نباشد همه وقت در همه حالت در برش باشم دستگیریش کنم با یاری عبدالرحمن حکیمزاد و بازم دیگر آهنگسازا و هنرمندان بازم یک
هنرمند شناخته ما و شما برادری گرامی قدر ما ایلام جان مرادوف یک از بهترین آهنگساز می باشد. من انشالله وعده میدم که دستگیری میکنم همین بونی زیبا رو. سلامت باشید. زنده باشید. بار دیگر خوش آمدید به برنامه اسرار ستاره ها. و اگر آماده باشه شرط اول رو ما شروع میکنیم، چون ما میدونیم که شما کدو رو بین میبخشی همه اکسا گفت همین کلمه رو برادر خواهد نخواهد شرط برنامه ما رو باید من اکسا بگم همینجا اکسا بگم همین اگه میگم دا همین روز دیگه یک بانو دوره مدینه اولی میخونه اگو ما الکسر دیگه روز ندارم همین سیر اسرار مرا همین ادختا پوش کرده گه انا در هفته برنامه کدوم سیر اسراری که شما نمیگید مدینه باش خوش میکند با مخلص من دستگیری میکنی نه؟ البته من میگم نگفتگی شما فکر میکنم که این خوراک رو شما میشناسید میدونید چی است. این معرفی میکنند مدینه معرفی میکنند مدینه این چی است؟ این البته سامبوسا با کادوس با سری دلت چیه؟ من خستم چخلی چی؟ سامبوسا گوش خطی بگو یگم سبزی خطی بگو یگم چی خطی بگو خیلی نمیشه خیلی گا خیلی بینندگان این برنامه خلصان این برنامه شایدن این سامبوسا با کادوس مرامت نه من با کادو یک شرط وازبینه برادر عزیز خیلی میشه ما دوام چند ماه هستی همین نقشه رو داشتیم که مخلصان با چشم خود بینن میگوین که بوجوخان از کدو قبوب است. عبدالرحمن اکبزاد یک سوالی ممکنه این نقشه را که کشید این نقشه رو ما با اهل گروه ایجادی مدینه بانو بسیار خواهش کردن که با او ما یگان خوراک از کدو آماده کرده شده باشد که شما چند سال از کدو نخورده اید. ما خواهش میکنیم که یعنی 3 سمبوسه رو شما باید که در این برنامه بخوریم. سلام علیکم مخلصای عزیز. این موقع یک روزی وازبینی یک داشت اینا بین این رکورد بین در لالی سمبوسه و ما با علاف قدیم میگم کدو شاید که ما اگر این سمبوسه رو بخوریم میگم مخلصان همین سخنه دیگه نگم. بله وقت شما سمبوسه کدوگی رو میخورید ممکن دیگه ما یک چیز خواهش دارم یک سمبوسه دو بولاک نشون بده. البته باز نشان دید من دیدید کدو است کدو کم کم پیوزم دارم خیلی که ما شاید این برنامه هستیم سامبوسا با کادوس با سر دل مرامت امکانیت باشد مدینه بانو با شما باز کمک میکنه برای خوردن. اول هم درون خیلی که میبینیم این کادوس مرامت اینا باید ما بخوریم. بله در یک استکان آب میاریم برای شما یا اینکه چای بهترش آب میخواهید من دیگه دستگیری نکنی کمک برای شاگردتون اگر دیرشون سوزد ما اجازت میدیم که یک دونه سمبوسه رو یک دونهش کمک شاگردتون نه من همینقدر کمک کردم میتونم با استادم که خمیرش رو از وای جدا کنم نه کمک نکنست ما اگر خیلی کمک باشه خیلی کمک عبدالرحمن کردم میدانه سلمان میخرم مخلصان عزیز بوجوخان در شاهدی شما در نزد نوود در برنامه اسرار ستاره ها 3 سمبوسه کدوگی رو میخورد. ما بدیم کروی کیه اون بعد گام میزنیم برابر بازار چقدر است؟ خدمت بزی بیست کشتم وایدوار میشویم که سمبوسه ها از آشخانه 24 ساعته کبیر آورده شدن. ولی هم شیف همون طرف خودم من از زنگ بزنم از 24 ساعته کبیر که در 46 واقع است. اما شیف طرف خودم زنگ بزنم اکایی که کل کرده که دومانه در دور موندی اما خودش گو که بیرو اما خودش گو ما مخصوصا درخواست کردیم که سمبوسه کدوگی کنن. البته کادوی زکسنای برای شما آماده کردن کدو بنهایت به سلامتی فایده دارد از ویتامین ها بوی است همش بخورم همش از 3 دونه رو میخوریم. من اگر مدینه بانو با شما کمک کنم ما اجازت میدیم. گفتم شما نگم من گفتم با شما چه خیلی کمک کردم میتونم عبدالرحمن رفتم خیلی رفتم رحمت 3
خوب میام قد مرا یوزم نمیکن دارم باز بعد از سمبوسا باز دیگه هم چیزها هستن. خوبی برنامه ما همین است که شما از برنامه ما سیر میروید. شعرگینان میخونم نخوانده شما خیلی کدو رو دوست می‌داشتید، بهانه کردن میگفتید که من کباب هستم. این شاید نقص بینه از نقص بینیش میگفتن که کدو بیارن شده. مدینه جان تو دانی خودم درست چی داره روش بود کدو بله چگونه که مخلصان عزیز میبینید بجوخان کدو میخورن. ما یک کردون باید میکنه باز میشون این نخوره کدو رو برای سه مشروع هم خورید. این کوری مدینه ما میدونم مدینه مدینه شما رو بشکل زنگ زد تلفون کرد همون الکبیره همون بیشتر ساعته کوری نمیه ما خواستیم که ایش هنگی لوتا که کشتی که باید چکرکی نلوکیره میگه لوتا سلکوم چی؟ اکتومی؟ ما خواستیم که سبزی بیاره مدینه گفتن که سبزی دیدن سمبوسای کدوی بیاره به حد دوست میدارم. مدینه با خدا قسم درست چی داشت دارم شما خودتون احساس نکردید خود مزهش؟ احساس نکنه بیشتر بیست قسم با خدا عبدالرحمن جون با خدا قسم از همون سولی که همون حدیثه دامار میداد از همون سلمه ایده 1500 من میسه نخ بودم این یک نخستینه که خدا مرا مجبور کرده مجبور اگه خوب دستم نمیدم چی نمیدم باش این مردم نمیگی باز قدم قربان میگن که شما از کدو قباب هستید. من خدا جون سبیلی قدم قربان نمیم انا کل قدم قربان کنم انا قدم قربان دانویه دانگره توی بز بله سرچو مارکه داشت انا هم قدم قربان همو سبیلی عبدالله قروتو تو بردم عبدالله کدو تا بردم ای کک شبخ با دیگه تا بردم انا همو قدم همی کورکه من چگونه یکی مخلصان عزیز شما دیدید بجوخان در برنامه اسرار ستاره ها من کدو رو خورده باز کوسهش رو میلیسم باز شما میگید که از کدو قباب هست. باز بیاریم نه رحمه خوش شود باز رحمه و چگونه یکی شما دیدید مخلصان عزیز بجوخان شرط برنامه ما رو بخوبی اجرا کردن شکم هم دم شده نه نمیدونم نگاه بجرم ولی بعد از 5 دقیقه هر گونه آواز ها میباره شکمتون پردون چی موندن یک خون بود؟ کدو گفتم میبراید پنجه زده کلام میشه سری دلت قدیر 50 فهمیدی مخلصای عزیز قبل این مدینه لیخوان دابر موارد نبید دیسپت ما چی گفته یک دستگیری که مدینه خوندن مصدقه دستگیری کرد که با شما من توصیه داد ما سمبوسه کدوبی آوردیم از این دیده دیگر دستگیری میشه برای یک تبین خود کشیده نمافیر بعد دستگیری میکنم برای استاد من گفتنیم که شما خفه نشین برای که چیزی میخواستگیتونه پگاش رو جای کدو پنجره زده 3-4 نوع کدو میبروید و شرط دویم برنامه ما هست این من همین کاغذ را دیدم همین رو من در دستم بجا میکنم پنهان میکنم و کسی که همین کاغذ رو یابد یک بنان رو میخورد از جنوب برنامه اگه خدوم نیومش اگه این قواد بیون کپام دود میکنم اگه ای ساموزا بانان نگذاشتیم بله اول باید بانان بود چیه و شنه میدونم که شفتاری هیچ یک نمیگذاره سری دلت داشتی کوبان کبشن ما در این هتل دکست یکی عبدالرحمن یکی بزرگ دیگری مدینه ولیم خون این چی بلا بود خدا کنم نمونه خلاص کردی آموده باشید آموده؟ او بربخ آموده کسی که کاغذ رو میابد بنان رو میخورد بنان رو دوست میدارید؟ البته استاد دوست میدارم نه شما دوست نمیدارم نه من
مرحمت این بانان دوستان دیگر سبس میدونم. مرحمت انتخاب کنید. شما مرحمت نکنید. انتخاب میکنید. شما مرحمت نکنید که شما کسی کاغذ رو یا بانان رو میخواد. من خودم انتخاب کنم که خیلی خیره تمام. من انمی ساعت معقول شد انمی انتخاب میکنم. اینا با چالا نبی چالا دکاب نیست باخت بود. چالا گرگه است. چالا گرگه نقاگی توزه با فکری من. زرگری نقاگی انمی دست. مدینه انتخاب کنم. من این دستش است راست. من چگونه که مخلصان عزیز دیدید دستی که ساعت بود کاغذ در همین دست بود و بانان رو باز بجوخان میخرن کوم خدا بخونم ممکنه بیام چیکار نشده باشه. نه تشده اون نیست این. یه ما بخونم. هیچ نوشتگی نیست. و مدینه بونو اینجا هم صورت بانانه تموم. اینجا هم صورت بانان دست کواز دارم. با بانانه بیجه باشه بودم. باز بانان هم نصیب شما. پسندو من. پسنده یا مدینه خیلی نظر نمیکنی. نه کاغذ رو بگو شما یفته. البته شما رفتیم. خیلی میگن که باید مرحمت کنی یک دوستا مرحمت نمیکنی خیلی. نه یا که مختار من بکنیم مرحمت. نه قبول است. اینا برای شما. مرحمت. تشکر زیاد ما. مرحمت. ما سر بانان رو به خاطر برنامه آوردیم باز خوشبختانه نصیب شما شد. اینا پوستش میکنی یا پوستش کنم؟ یا پوستش که جون. پوست کنی دا استاد ایده دوی فقط پوست میکنه. استادم دا کمک میکنم. دوی پوست میکنه ده؟ دوی پوست میکنه بانان شما میخوره. بانان. مرحمت استاد. اوش شود اوش شود. استاد کشت بخلو. یک باره هم خیلی تو خیلیش هم میخوری ما نیمش هم میخوری اگه نیم بانان من این موقع میترسم. فقط درست نشد بانان با مزه بود یا اینکه سمسه کدوگی آردش یکم. بعد از این باید شفتالو بیاریم چی؟ چهش رو نخرید آخری اکه عبدالرحمن چکم که میبینه استاد ما از بانان هم قبا بود. بله برای یه جا رفتن بزرگ بله بانان پرسیده سته بودن اوجه شش تا تلیفون میگذارد و یا میخفاد بقلا جانه خیلی بانان کده هم خیلی میخورد میبینه بقلا جان هم خورده این خودوزده همونجا بود. ما نفهمیدیم اگه این بقلا جان میومد نه که حضور احمد اگه واقع خیلی از خطابو چیم نه اگه دیگه همه باشن اون بار که بچه بیزور شیده موقع دیگه اگه مو میگه حضور احمد مدینه جان می بخشی زیرکاگی حضور احمد بسیار از این ما تشنه شدیم سلامت باشید برنامه ما دوام دورم و بینندگان عزیز چگونه که شما دیدید بینندگان عزیز چگونه که خودی ما را دیدید بقول احوال ما دارید کم دارید وجوهخان کدو از خوردن بانان هم به خوبی برآمد و شرط سومی بخش اول ما است در اینجا چون موسم خوردن جوار مکه است آبپز شده است این اوله کلو منه چیزی دوست داشته من مخیزم نیرم بخیر راست دیگه بوی عجایب دارد و بوی کدو دارد شرطی اصلا میانی کدوها یک کمد یک عبدالنو خاقامی و شرط برنامه ما همین است که شما باید که خوره انا همین دو جوری مکه رو یک توگی گرفته تیز خوراک با حمله مدینه بله هم مدینه با حمله مدینه ای حضور هم انا نه جنوب دمی من بودن خلق حال شم میگه خود بخون ما دیگه باز بینندگان هم که فقط با وجوهخان شرط میگذارن ما میبینیم که مدینه بانو از عهده خوردن جواری این پاککنه که کلمی تیز بخورن همین تیز خوراک تمام کند غالب اعلام کرده میشه در این بخشی من خویش دارم یک استکان اون بیارن شما من آب شما
تست خرد میکنیم کنکی غالب میبراید. آماده باشید. آماده ایما؟ آماده ای؟ مرحمت. خیلی جواری های با لذت بویش رو بین چه خیلی بویی. من مشافه میدم روز که هم دارم اونو رو چیزی که نگذارم نمیگذارم و خیلی خواهید که از اجرای شرط به خوبی براید مرحمت بخاطر اگر ما اجرای شرط رو بوریم و تاکسی پولی هست یا خیلی سرسون سرسون رحمت برای همین عبدالرحمن که بزرگ که هر یک برنامه که بگذار میکنه اگر ایوده میشه کدو میبارد بیچاره خودش کیسه خودش 200 سومون میده میره و بیچاره بومی رحمت می ندار این غمخوری تو فراموش نمیکنیم که اگر دمارشگاه میریم سلامت باشین مرحمت مدینه بونو 1 2 3 بگو سنت نموخ 1 2 3 بانی میگو آرمات کنم اینقدر با معظم انتباط کن عبدالرحمن انسان دارد شما مثل آرامون مرخوی برولی هست کو همون خیلی خیلی مرخوی فابریکا مدینه بونو مثل مرغی دکان آیا سرپوز دونه سوازی فکر میکنم مدینه شما رو میبرن اگر همین خیلی آیسته خرید مخلصای عزیز بانه میخواه جیگاری پانگه بازش خومه این جیگاری خومه دعوت کردم نه جگاری خام نیست و کمی سخت شده است هم سخته هم سرده این در خواهده یه هفته بود یه هفته روز پسنه بودم من یک مخلص نه حضر خرید آوردم سویشه ظلوم میگه یه هفته بجا بگم ایو برنامه دنیا خوندن همون برنامه بگم مدینه حضر تمام میکنم توفه شاگرده که در حیرت کنند دوستان اون همی هم بوشدار یا موی دیگر معلوم که مدینه خوردن جواری و نهز میده است اون مدینه میخواه با اقباش میکنم بخرم و شما رو یادم میکنم یه اقباش دیگر سوال من گفتم میکنم توش میدونم با میگم شکندر میشه میگه خب من اینجا آتمونه نمیدونم نفسی بکنم بخده بود یا بود شکده بخده نزم بود چگونه که بینندگان عزیز شما شاهد بودید در این سبقت مدینه بانو استاد خود را مغلوب کردن و قول غالب برآمدن تبریک میکنیم تشکر و شرط اول برنامه ما رو شما خیلی خوب نقش بازیدید از عهده اجرای اون به خوبی برآمدید دیگر همه شرط من بود ما بالاده اوغانو میجد چه موقعی مدینه اومد که برنامه نمه مدینه میخواد خواهش میکنیم از مدینه بانو یک سرود زم کنن یک سرود زمزمه کنن شاید اوز خودش شاید اوز یکم هنرمند از یکان هنرمند مرحمت از وقتی گفتی به تو رسیدنم محال است قبلم از این جفایت درگیر این سؤال است حالا شدی تو زیبا با قلبی من شدی جا با این همه جفایت دوریزی من بی وفا دوریزی من بی وفا بس تمام پرچه ها جمع شدن خیلی
صدای درمانش نمیده خیلی ساعت 3 شود نخواد خیلی آواز و طلب با خبرگاه باشه نمیدی من به وفا این خیلی آواز یه عایی هنرمند خدا بدونه من اکنون پرشه ها رو مدینه جمع کرده شما زی پرشه ها رو دفع کنه گم کنه ما یک آواز رو میبرو خیلی آواز خوب هم ندارم خیلی آواز شما در پرشه ها پرواز میکنن میروند. من در یک برنامه دیدم شما با استاد قربانعلی رحمان خیلی مانند تقلید کردید. میخواستم که 4 مصرع اگر امکان باشد با قربانعلی رحمان تقلید میکردید. راست دیگه پا بگم سلام علیکم مخلص های عزیز مهمان های عالی قدر. امروز من خوشبختانه دعوت شدم به یک برنامه بهترینه که آماده کرده است عبدالرحمن حکیمزاد. من عبدالرحمن دوست می‌دارم، بهترین هنرمند از سراینده است. یک سرود به خاطر مهمانا. مرحبا. این نشناختم راست دیگه. این مدینه علیم خونه؟ شبی تار. مدینه علیم خونه؟ مدینه برای مدینه خون میخونه. کدام سرود؟ در شبی تار. در شبی تار. چون شب هستن؟ شب است. در شبی تار آمدی ماهی هزار ماهی هزار ماهی هزار آمدی جلوه کنان آمدی یا چشمان بلقته مایده 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 یا رقصیدن آش مایده 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 یا مایده 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 یا آمدت گردم خد قامتت گردم آمدت گردم خد قامتت گردم خد قامت چی باشه یا های نزاکتت گردم مایده 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 یا مایده 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 یا مایده مایده کم کم خونه بیا مایده مایده پگل روز دیگه زنگ بزن خونه بیا. سلام باشید. زنده باشید. خیلی مانند با استاد قربانعلی رحمان. سلام باشید. من بینندار هستم. و چگونه که بینندگان عزیز شما دیدید عبدالله طاهری و هم مدینه خان از اجرای شرط دویم برنامه و شرط سوم برنامه ما است این سوال و جواب در برنامه اسرار ستاره ها و ما اطرافی هم حیاتی پس پردگی یعنی اویلوی شما و هم صحنوی شما صحبت خواهیم کرد و شروع میکنیم از عبدالله طاهری. سلام. ما میخواستیم که بیشتر درباره زندگی اویلوی شما با مخلصان معلومات پیشکش کنیم که شما کی با خواست کی با انتخاب کی اویلدار شده. سلامت باشید. آزار احمد بسیار سوالی بهترین. این سوالی که شما دیدید هر یک سخنی که من میکنم این سخن این روز یک روزی تاریخی در حیات فراموش نشونده می باشد. ما تاریخی که بریزگی پدر مادر میگن که پدر مادر اگر از فرزند راضی نباشد اگر طاعت عبادت هم بکنید اگر پدر مادر راضی نباشد طاعت عبادت به دربار الهی قبول نیست. من با خواست پدرم با خواست مادری مهربانم سال 2004 3 اپریل من خانه‌دار شدم. یعنی مرا گرفتن من گرفتن چه التماس کردید خانه‌دار شدم من گرفتن. در توی من افتخار میکنم که هنرمند شناخته هنرمندی که طولی چندین سری سال لباس‌های ملی در تن داشت و او بان را همه میشناسد. هنرمند شناخته ما و شما اپای مهربان گلچهره صادق و در توی من اپای گلچهره صادق و استاد صنعت مادر صنعت مادر فلک تاجیکستان
فنه که دنیا هم گیم خطا نمیکنه همین اپای گلچهره صادقова در توی من اومدم من همیشه یاد دارم که باز یک قالینی کلان یک دو سه کاراکا همین پخت و پز گرفتگی خانه ما توی آمده توی مرا باوری فرزندانش گذارن 3 اپریل سال 2004 صاحب یک فرزند هستم زندگی خوب یعنی که صاحب یک فرزند پسر هستیدم صاحب یک فرزند شکرانه خداوند شکرانه خداوند میکنم هزار بار شکر میکنم که من صاحب فرزند هستم پسر همینجا صفر 9 میخوند مکتبی مخصوص جمهوری تاجیکستان در برای چی از 2004 ولادت شده بود تنها یک پسر داره شاید برای مخلصان این سوال عجیب باشه سوال عبدالرحمانی بسیار سوال دشوار است نه که یک صف خاموش نگیرن که وقتی که این از ما رو بینندگان میبینن میشنون بسیار بینندگان با خود اندیشه میکنن اندیشه خود رو در کامنتر مینویسن همین گفتنی هستم که من وقتی خردسال بودم در صنف یکم میخوندم و در خانه خوراک میپختن نگی شکر و یا سرده تخم بریان و آرد بریان و فلان همین یک در خانه آش کردن ما همین فرزانه پدر یک جا من کم کم که از خودی شوخ بودم بعد پدر مادرم اشتگی بودم گفتم این امروز بی همین یک اوچم آش پخته است من گفتم من که بخورم 10 دراز کنم که با من نولا نرسید گشتم گفتم که این شکر خدا 10-12 تا همین ما اگر کنون شیدم اگر توی کدوم زن گرفتم این زن میگم یک تکنه و یک مله با مازر پخزود بخوریم همین سخنه گفتم نمیدونم شاید که یکم ملائکه در همین سخن من میگفت یا نمیدونم همین گپ میگه که گپ پیش کفر است همین گپ همین سخنی که من گفتم همین گپی من خطا گذاشت همین نیت در دل داشتم همین نیت خداوند ما رو با همین نیت هم صاحب یک فرزند خداوند حاضر با شکر میگم همین یک فرزند دارم شکر نمیکنم سبب همین بود بعد پسون بعد چند سال با مادرم همصحبت شدم بعد با پدرم گفت که بچه‌م در وقتش در همین خودسالی همین سخن خرد گفتی با ما گفتی اینا بچه‌م هم گفت کفر خاطی بعد گفت نمیگفتی همه دو خداوند بعد چیزی خداوند داد شکرانه باید کنیم شکرانه نکنیم زورمون دیگه همین یک پسری که شکر خدا دارم باید دارم که 10 فرزند رو از 10 فرزند جوتر خدمت کنم بله این حال پسری من در مؤسسه تحصیلاتی مکتبی 51 نوعی فیلدرسی تحصیل میکنند میخونند یک زن داره دیگه زن نداشتی نه عبدالرحمانی مثلا تمام گام نزن اکثر هنرمندان دو زن دارن اکثر هنرمندان دارن اکثر هنرمندان دارن راست دیگه من همین گپا کردی دیگه من در اون تصویر مثلا دیم زن گام نزن من اگر نیت کنم بردین اگر حسیات میروم من در رفت برنامه دیدم که چند مرتبه به شما زنتون زنگ زد شفی خانه نیستگی شفی خانه و کلون خانه و نور خانه و همین خیلی یعنی این معلوم که در خانه خوجین زن شما هست راست؟ اگه معنی خیلی که من دیدم که زنگ زده است از شما در کجایید شما زود بیایید شما پیش دختران نروید باز با من دروغ نگویید شما میگویید که در برنامه هستم باور نمیکند شاید یکم با او خیانت کرده اید من سوال شما رو جواب میدم وقتی که در زندگی در حیات زنی که در خانواده اگر رشک کردن این از روی محبت زیاد میشه اینه که دوست میدارن زنی که رشک میکنن برای مثال شوهرش این نشانه است که همون زن شوهر رو دوست میداره همین رشک از همین سو میشن من هزار بار شکرانه میکنم که خدای شکر میگم که من همسرم دوست میدارن رشک میکنن افتخار میکنم فخر میکنم که رشک میکنم نه یک چیز دیگه همیه که 24 ساعت تلفن نکرد میکنیم اینا اینجا رسیدم اینا نورک دهیم اینا وحدت دهیم اینا شرد درون بادیم اینا اشرد درون بادیم اینا با درونی کفتوم اینا با نیوزون نشید اینا با وزون نشید اینم خیلی خیلی اگر گوشی رو نبردارید به خانه روید کپت دو دهه اینجا بازمون دیگه میزنم کپت دو دهه میزنه خانه بیایه تای پدز دهه خوابه در قلفه سری همون طوری 3 متر
فرما کتایه بپوشه برای نه نداره سلام باشه. و ما اسرار کدو رو کشوده دادیم، اسرار شفتالو رو هم کشوده دادیم، اسرار تبکه رو نیز به مخلصان کشوده دادیم. اما یک دو چیز دیگه انا در گردن دختر زیبا در گردن این سیاه بود ما ایران گوری بیزور ما این بیزور شدگیم موخی این دختر روز سپیچکه عبدالرحمن جون ما میخواییم که به مخلصان اسرار سپیچکه رو شما کشوید. ما در این برنامه اسرار ستاره ها میخواییم اسرار ستاره ها رو کشوید. سال 2005 بخشش بسیار سال 2002-2003 وقتی من در دوچکده ساعتی با نام استاد میرزا تونزا تحصیل میکردم و یک دختر او خوردم خیلی شناس شدیم هم صحبت شدیم وقتی زادروز من بود که من در 5 آگوست تولد شدم همون دختر برای من یک همخیلی باندی پریس نه خیلی همون باند زنجیر همون خیلی همون باندی پریس گردن نمیبونه دکتر اکو بنده در گو میبندن من هم سپیچکه خیلی همون زرجیگاه که چی میگن همون خیلی اگر تقدیم کرد گو که این تیلو از 858 پروباش من نفهمیدم در گردن ما گفت تبریک میکنیم گفتم حضور رحمت مینت داریم رحمت سخنهای خیلی تبریک کرد از بین یک چند مدت وقت گذشت در ناحیه غیر ما وقتی ما توی رفتیم و باز صدمه دچار شدیم در همون صدمه دچار شدن همون گردنبند رو من همون گردنبند رو گم شد تمام باور کنید تمامی از خیلی کفتیم نیفتیم خیلی من اومدم وقتی که ما رو باید اگر زن بتن پدر مادر زندگی خونه در معرکه توی دوری بچه جان گفتیم رحمت اومدم باید همین خونه میشه باید مبلغ روی کردن که باید سرپو پیش دور بود سرپو مول متوازی که این حال وقتی میانن خوزگوری میگن در اون خوزگوری مبلغ میگن یا 20,000 یا 19,000 سومونی یا 18,000 سومونی میگن و همین تموم انا پیش مول متن میخردن 7 سرپو و چول گوسفند 3 قبچه آرد یک تایلوق پریه تایل بلولوق پریه و خیلی قولین خیمی سوسو فچ پچ خیلی وقتی که من مبلغ روان کردم من گفتم از بزرگ یکم مول مطلب بخرید همون دکتران گفتم نداره من همون شما باید وقتی من صحبت کنید وقتی من توی کنید من گفتم مرا بگیریم من گفتم من همون گرفتم من توی دارم پرابلم های نه یا من یا خدا یا همون گردنبند میاری گردنبند خیلی دیگه مزبره همون مبلغی که همون کردن برای سر پخری همون رفتن بود از همون گردنبند خریدیم دادیم زبان خط شکلی گفتیم خیلی و همین یا من ترکم خیلی نغزه میام خیلی گردنبند نغزه میام نمیبنده نه خدا نشونه من ای گردن این بیزارم خیلی عمل این برنامه را که چیش بگم دیگه اومد من بیزارم ای گردنبند یعنی با اگه این برای من خستن کنه خستن همین توی مرکه بشم میدونه که من دارم توی مرکه اما ما گردنبند همین بنده میرم من نمیسوزونم چی من سوختم دقیق سوختم دیگه بعد سوختی پفکن نمیشه دیگه اونجا از یاد رم اصول همین خیلی و صحبت رو دوام میدیم با مدینه علیم خان مرام عید نامم صحبت مدینه بانو قبل از آواز خان بودنتان ما میدونیم که شما همچون رقاصه فعالیت میکرد که شما رو به همین جاده آورد اولین استادی من عبدالله طاهری و الهام مراد هستند در سحنه یکم قدمی من نه با دستگیری عبدالله طاهری الهام مراد است یعنی همچون رقاصه البته و همچون آوازخوان چی؟ همچون آوازخوانم الهام مراد من یادم میکنم مدینه خانه عبدالله طاهری راست دیگه مدینه خان راست میگن مدینه خانه ما یک بار وقتی هم صحبت شدیم و خودم در یک مرکه در با خودم سلام علیکم بسیار اختراک خاکسور از اختراک حلیم مهربان از صحبت کردیم او که تعدیل هم ذوق و رغبت دارم من گفتم مرحمت از ما چی خدمت از که من میخوام که همین توی رفتن یک بار مرکه را ببینم من گفتم ما سخنش ما رد نمیکنیم چون که از بس که ما از
از یک دیار هستیم بله. و جای زیست ما یک جای باشد از سرزمین نوعی همدانی هستیم و دیلم سوخت واقع دلسوزیم گپ زدیم صحبت کردیم یک تویش بودیم عبدالرحمانی همون توی دایمه رفت خیلی برآمد داد بسیار برآمد خوب کرد همین میده و امروز ایلهام مرادوف و همین چند سال شد همکاری دارید؟ طولی 3 سال 3 سال میشه نه مدینه خوب و پیش از رقاصه شدنتان اویله دار شده بودید یا اینکه البته پیش چند ساله بودید که شوهر کردید؟ تخمینا 16 17 بعد اجازه داده بودن 17 ساله مکتب خونده اید؟ مکتب ما تا صنف نهمی خواندگیم اتستر گرفتی؟ البته برای چی 10 و 11 نخوندید؟ نموندن یا که با یگان نفر شاید عاشق شدید به شوهر برآمده؟ نه من عاشق نشیده بودم با مرور زمان هم خیال شدم به شوهر با برآمدم خواست پدر مادر به شوهر؟ البته از کجا شوهر کرده بودید؟ از فرخار ناحیه فرخار چند مدت زندگی کردید؟ 6 سال 6 سال البته زندگی کردید. شوهرتون مخفی نباشد اگر چیکاره بودن؟ این چکچینی بزرگ بود این در بازار فعالیت میکردن. فرزند داره؟ البته ما صاحب 3 فرزند هستم 3 فرزند. چند پسر چند دختر؟ 2 تا پسر 1 تا دختر. با شما هستن یا با شوهرتون؟ البته با من هستن. خود شما پرستاری آنها رو به عهده گرفتید؟ البته برای چی به شوهرتون ندادید؟ ما وظیفه خود ما اجرا کرده هستم هر فرزند در خودساری باید که با مادر باشه. البته مکتب خون هستن یا باغچه میرن؟ 2 تاش مکتب میخواند 1 تاش صدیق میره. باغچه میرن. البته و پدرشون کمک میکنه به فرزند؟ نه تماما؟ نه علومین هم نمیتین؟ علمین میتیره میتین کمک میکنه؟ البته علمین میتید ما یعنی شما بعد از اون که از شوهر جدا شدید بعد رقاصه شدید ها؟ شوهرتون میدونه که شما این نظام را شاید بدونه شاید نداند من اشتها هیچی گفته با نمیتونم تلفن در تماس هستید؟ نه از حال احوال فرزندانشون خبر؟ با فرزندانش گم میزند و نیت نکردید که دوباره شوهر کنید؟ حاضرش نه در فکرش هم نیستم. برای چی؟ شاید مردی پیدا شود که با فرزندان شما مثل پدر مناسبت کند شما را دستگیری کند. البته میفهمیدگیش خیال میکنم کمه. البته با فرزندان من مثل فرزند خود قبول کند. البته من شما راضی هستید که راضی و میتوانید که ترک صحنه کنید اگر که شما را همچون زن قبول کنند فرزندان شما را نگاه میکنند؟ البته میتونم. میتونید که ترک صحنه هنر کنید و عائله خود را و این زمان چند ترانه آماده کردید برای مخلصان؟ این زمان ما 21 تا ترانه خواندگیم در مرکه میگذارم. هنوز کلیپ نکردید فکر میکنید؟ کلیپ نکردیم. کلیپ نصیب باشد از هفته دیگه کلیپ های ما میبراید. نیت دارید که کلیپ ضبط البته کنید؟ چون که به کلیپ هنرمند میان مردم شناخته نمیشه. البته نیت ما همه خیلی است که کلیپ های ناز برای مخلصان. امروز تمام مهنت و زحمت خود را به صنعت روانه کرده تنها زندگی میکنید در دوشنبه؟ البته با فرزندانتون؟ البته با فرزندانم. سلامت باشید. تشکر زیاد. برای یک صحبت صمیمی چگونه که مخلصان عزیز شما شاهد بودید ما کوشش کردیم که درباره حیات پسی پردگی هم عبدالله طاهری و هم مدینه بانو با شما صحبت کرده باشیم و فکر میکنم که از برنامه ما شما بسیار چیزها را دیدید شنیدید و شاهد بودید که بسیار چیزهای نهفته و رازهای نهان دل خویش را هم عبدالله طاهری و هم یعنی که دلمون خالی که مدینه بانو با شما گفتند. دلمون خالی کردیم. بله و بار دیگر به برنامه اسرار ستاره ها خوش آمدید. یک چیز یا دوباره میشه میگی امین مدینه را روز دیگر ما یک نوم کردم هر یک کلمه را با همون
هیچ یکیش میشوسه که ما مدینه مدینه علی خونم باشد اینا ما نامش کردیم با امری عبدالرحمن اکبر مدینه بسنتی یعنی که بسنتی یک نرمان دیگه در کلی سکینه ایندی که در فیلم گوارسین محبوبه انا میدونم مدینه بسنتی و تمام خریسون وقتی که در تماس میشوند مدینه علی خونم واسه دیگه مدینه بسنتی دیگه سلامت باشید. بار دیگر خوش اومدید و برنامه اسرار ستاره ها فکر میکنم که این صحبت اولین و آخرین ما نیست. ما در آینده باز شما را به برنامه ها دعوت میکنیم و برنامه اسرار ستاره ها بود تقدیم شما از کانال مهراب پرو. با کانال ما ابونه شوید و برنامه های جدید ما را تماشا کنید. خیر تا برنامه های دیگر. سلام باشید.